آقا بگاره 24 ساعت از خاطر عزیز گپ پاوردو باش 24 ساعت بگه از گپ پاوردو باش آخه تو تا کی به این نفهمی تا به کی به تو بگو برو تا به کی چیه خب بیرو دگان به سر زمین میرم اوداری میکنه نگاه انا برگه بگاره اوداری کنی اوداری بکرو آخه تو هم فکر کرده بکنی به سر نماز سلامی بگه از جدال قول به قول خراب بلند نکنی لالا سعی کنیم ما به سر نماز ترابی ما گناه من نیه بچه من لغت میزنم ششتم ایتا میگیرم من تلنگ میدم آخه بیفهمی آمدم به دمسرا گفتم برار تو بیامده یک سر به سر نماز ترابی کلا بلاغ بسره من کلا من بچه 12 سالی 15 سالی پیارای نمیدگاه استده یک بار من تلنگ میدم من دازم برو یک دیگه آخه او معلوم بشه از سر کله تو معلوم بشه تو اگه بخواد سر کله جی افتاده بیلینگ ما تو به جدی که دانر وا کردم از بس که آدم آرو بیدی تو به جی بفتکی تو هیچ چی بیغم نمیشینی با بچه‌ت میری خراب بارنگ میکنی به جای ببینی میری سرسنا و جال تو با هوای اصلا چیکار تو معلوم نیست دیشب نه پریشو ما چون شلو ماشار کی بخورده و نختمی خان گلک آفرین خب شدی گپ گفتی میفهمی آخه همسایه همه گدست تو شکایت کردم بگم نه کمی افطار بشه همین خود باب کلا با تقویری شلو باشه لبه گوش نیام گوشتی و خودت بخور آخه تو پاگم رو باشه لب دادی چی بابار میکنه نانیمه چی بابار میکنه شورت گندمک گرفته دیگه شونانیمه گندمک گرفتن گندمک برو رل گپ مفتله کنک تو یک عمری بخوری بازم چشم تب گوشتیه شکر تب گوشتیه برو دری بالا را کنک ولی دری پی خار رسیه تا شفتلا واکنه که دام میکنه میترغه خانو جگاه بسته خار به تا شفتلا خاک به کل تو الهی در بگیره این زمانه یه جوی یک دقیقه بسته تو کار دارم چی کار داری؟ نگم بله اگه بخواهی دقیقه فین کن چند کلمه تو نصیحت نکنم ایسی برادرانه دیگم نشی از نه این لحظه که تو چند شو پیشی که مثلا ترابی خرم بارک میکرد دم افطار میامدی کس نو خوردن نمیگدیشتی چی نمیگفتم ولی دیشب خیلی اعصاب من خراب شد بکله تو واقعا اعصاب من خراب شد با کله من خراب شد یا با کله با چی با مدینه مک ایلا اومد تلنگ میده اینا که همه تو کش میکنی میای به مسجد کجا میارم؟ اشتنی میارم بچه مدر منم تو که میای همه میریزم به کله تو با پالتو میشینم دم افطار که هیچی دم تراویش تخرم بالا که میندازی به دم تا سر نمیشون دیگه جسه که تو بعد مردم دم تراویح نماز میخونن تو باعث از اینکه نماز بخونی حالا مگم کسی نصیحت کنه تو خود خوب که مردم دیگه تو نماید نصیحت کنه تو میگن گیلک بچه خوب شده گیلک هوشیار شده دیگه دست تو دیگه ناراض نباشم تو تا این مدرسه کی دست رزیه اشکی کی دست رزیه میو تاجو با درست تاشون با تای کوچه بازار کم که جنجال مقصدگی خو میکنی با این مدام مسجد هم میری تو کارا خو میکنی گردن مبان باشه پسمنیه من نانه میگم گیلک جو به تماشا شیخی نکو بچه مر خرم بارک یک گل به تو میگم تو بعد نخوره نی پیار تاغله کمال بودی داره نیم نه تو او تو خوب بگی نگی میگم اگر کمال میدیشتم اگر کمال میدیشتم بدم تروی تور پیار تو میاردم پلو استاد میکرد نماز میخوندی از اینکه خودی بچه شوخی میکرد یا بالاخره اونا شوخی میکنه یا تو شوخی میکنی دم تروی تو نمیگیشتم نماز پاک شو تیاره پاک شد یک کمی آواز خود جمع کو به نماز میای به تراویح میای به افطار میای این کارا خو نکن تو یک روز دو روز بچه خوبش خوب خودی که از جنگ نکن شوخی نکن خودی بچه خود اصلا گپ نزن قطع رابطه کن سه که مردم تو چی میگن یک دایی بده دیگه اصلا دیگه ایله جو اگه بزید دایی ها نباشه تا با چی تایی منطقه تو دایی جمع میکنم ایله بچه خوب شده بگی برو کمی آواز خود جمع کن این سری میخرم خاطر گفتم از این شه دیگه گیلک مگر سر افطار نیاید با مسجد میگم نه شلو ماشار راست بگن گیلک دیگه راست بگن هیچ نیاد از تو نمیمونه خب خونه ما هیچ چیزی خود نه پینجی بده گپ پینیه بگی گیلک بگی تو هوشیار باش تو سدی میدون دیگه چی نه دم طلبی به خاطر من خودی که اصلا گپ نزن میفهمی میرم چی میخوام خب میفهمی چی میخوام جابلی میخوام خودی چایو میخوام آدم افطار بلد جابلی خوشبو نه با گوشت دارم کی چه خوبشو صحیحه یکی میشه دیگه جنجال نمیکنم میبینی که عقل نداری نه دیشتیم خداحافظ یکی میشه جنجال نمیکنم بچه‌ها پیار بچه‌ها هستم بچه‌ها پیاران با بچه‌ها هیچی نمیگم خود تو افیل بچه‌ها نشی
اونا میام میشینم پیش من. برو گیلک برو تو نصیحت هم نی کاش که نصیحت هم عباس او گابز جونور بود برو خاطر بنده یلا کردم. برو خیلی شده تلفو کجی چکاره بابا یه بعد ما بترقونی میگم این گور به تاش افتاده بسته که اینو کن میترقه کن و چکار میشه بابا خود که ما گفتیم بیاره میدی بسته کن نیم ساعت چنگ الفا بسته کن که ما در به الفا برسه نگفتیم بتم بابا اینو شفته بابا اما فرید اینا چی بخورم اینا شیر باشه نمیدم نمازدگاه که مدر مینر میدوشه یا حداقل پرمان شیری بدم میگم یک چیز دیگه من یک دیشه بخونه خواهتون برفتم با شهر رفتم بله تو برفتی به مسجد دیسو خرم برک بگد کدی ما که هر شی بابا به مسجد میرم هر شب به مسجد میر که ما کبودم که چرا خرم برک نمیکدی حالا با خرم برک شروع کدی بابا نمیشه میگم پرم بابا پا تیار کنم همین مردم محلمو اینا همه فساد پیشگی ها گردن ما برموشه گناه دیلک بابا اشتا گناه گیلک فساد پیشگی ها گناهتونه های مامان نوروز مونده نباشه های مامان خیلی عدل خیری چی گپای تیار هستیم شکر الحمدلله مامان نوروز شما آدم کلونه آدم موی سفیده بعد که ما بیایم مردم خان شما رو بگیریم همین مسجد اصلا همین برادرای که نماز نمیخونه گناه همینا هم به گردن شمونه یکی بچه شما یکی همین گیلک یک خرامبارا که به تمام مسجد به میدم تراویح ندارم شیرم بچه خود نمیگیری ما ایساد من خمیتونیش باریا کجی بله ما به تو چی گفتم گردن ما بند باشه بابا سیکوری چلپاکار به چه دینا به کیسی خود که دبیدم مسجد به درد شده بید بگه فیگور سیر لفت کردیم چلپاکار هم کیسی به درد کرده بید این تکارا بچه خودی را میکنه با اینا باید به پا ما بکن شما باور نداریم سیکونی که عباسته که خوشوق نبوده دست بو سخته که با دستا خوشحال ماشار به دهن خود کرده بود بریم کوکا بچه خود خوب بدیم من نبیدم بابا دیلنگ میه ما پیش شما ورز میکنیم شما کلون مانیم حق نیه که ما بیایم به پیش شما ریگاپا بزنیم همه زرکاری باشه که دیگه همین بچه شما نه گیلا کرام میگم به پیار که دیگه نگذاره بیاد بچه خود خوره شما جلوی بگیری یک بچه من نیه یک بچه من باشه گیلا هست بچه شما هست بچه که دیگه هست یک بچه من به میگی الان از این شب فتا بچه خور نمیقدر شما بچه خور نیاریم سکونو که بچه میاد ما از این شب فتا بچه خور نمیقدر که به ماچه دیگه چی میگین گناه داره می مثلا نماز میخونم و اگه خرامبارک شد با تماشید با من فکر شما باز شما از ما بپرسید با من فکر شما تو به شرط از اینکه شما ایر نیاره ایر نمیارم مفسد همینه مفسد بچه کل شبانه بفهمیدیم بعد دیگه تو کارو خوب میاد دیگه میبینی که جیک شما مردم به دست تو داده بابا کی میگه باش متوریشه مامان نبرو اگه فتگا میته شما میریم پیش ارباب سه میری خب گفتم سگو چی میگونی چه شما قبل دست شما پیش چی میگم من گفتم میشه فتا بچه خود نمیارم ماچه اگه به خرامبارک دیگه بتا ماچه شو خودش انسان گرم اگه دیدیم با شما از ما گیره آه مبتدی من پیغرم دیگه تو ماچه میرم بعد به پالیم تو مقبول اساس بستکنم بابا بریم خیر بریم دیگه خرامبارک نکنی چشم یا که میخواد گورن کمک استطالت کو که واسه گورن نترقه خیر بریم ما که میریم بابا اونارم بگردونیم ما بگردونو مونده شدو مونده شل شیدو خوبه شل شهیدی بچه نادم ما گپ یار میکنه سلام علیکم یارم خیر سلامت کجا میرین موسم برو طبقچه یار کوکو خیر بینیم یعنی خیر بینی کوکو دیشب ما بفهمیدیم که ما نماز حل تعبدیل به ارومی بتونستیم خونده یعنی رمضان چی بگم اول که بچه فرمی تو زدم که گفتم دیگه اگر تو دیگه صدا تو بالا شد و تا چه دیگه با خودت میفهمی من میفهمم به گیلا کردم اختار دادم گفتم دیگه صدا تو اگه گیلا که بالا شد صدا تو رو تا خودم من گیلا کردم برو خوب بفهمونه دیگه شوخی مسکر که تماشا نکنن دیگه تو با کی دیگه با مچه خرامبارک باشه کوکو من یک چیزی به شما این پیارانو میبینه که این بچه‌ها خرامبارک میگن تو خونه میگه که بابا تو چه کار میکنی سه کنیم اگه شما مثلا جلو کجیل بچه خور بگیریم
نه جلوی برار خوش آمده بگیرم یک دیگه جلوی برار خو بگیر یک دیگه جلوی بچه خو بگیر همین مردم همین بچه‌هایی که خرم بارک میکنه اینا باید همین دیا اینا باید دیا دیگه نمیایم من همین میگم میبینم بچه‌ها پیاران میبینه که بچه‌ها خرم بارک میگه بچه‌ها هیچ چی نمیگم خیر ببینین کاکو که واقعیت دیشب من تعبدل میبودم میت کیف کردم من گفتم به گیلک هم گفتم که تو رک ببین بدین که صدا بلاش تو راندی والیو گلین یه او سادی همی بچه‌ها همی برار ما و بچه شما و یک دیگه این بچه‌ها که اینا همه شیارا خب گفتم دیگه هیچ کدوم جلو بچه‌ها خود چرخ نمیده دیگه خیره باشه خوب شد که معامله حل فصل شد گناه با ما جمع نشه